مشکلی که مردم با دعا دارن اینه که دعا آیا اثر میکنه یا نمیکنه. اگر اثر میکنه چجوری اثر میکنه؟ و بیشتر معتقدن که دعا هیچ اثری نمیتونه بکنه، برای اینکه خداوند در ازل مقدر کرده من الان دعا بکنم که اون نمیاد خط بزنه تقدیر ازلی خودش رو. پس این دعا چگونه شده که گفتن دعا کنید من استجابت میکنم؟ جوابش اینه که دعا خروج از زمانه. وقتی شما دارین دعا میکنین میره قبل از ابدیت، قبل از ازلیت. یعنی قبل از اینکه دارن مینویسن شما اونجا ارتباط برقرار میکنید، نمینویسن. همونجایی که قرار بوده بنویسن که این آقا باید به این درد مبتلا بشه، همونجا نمینویسن. دعای شما میره قبل از نوشتن. دعا از زمان و مکان بیرون میره، چون خداوند که در زمان نیست. شما متصل میشید به ازل، باید میشید به اون زمانی که دارن می‌نویسن. اونجا دستور میدن که اینو خطش بزنید، یعنی اصلا ننویسین اینجا، بنویسین که شما رو خوب میشه چون دعا کرده.